سلام بچه‌ها. قراره که یه چالش جدید بریم. قراره که برم لباس مامانم، اون لباسایی که مال دهه 60 و اینا بود که خیلی هم سم بود، همش هم گلی بود و اونا رو امتحان کنم ببینم چجوری میشه، اصلا بهم میاد. اونا رو میخوام امتحان کنم ببینم که چجوری میشن. تا آخر ویدیو با من همراه باشین. این دوتا لباس خیلی یه مقدار عجیبه برام. تو کمد پیدا کردم، اینا رو قراره بپوشم. اول از این شروع میکنیم. شبیه لباس حاملگیه، خیلی صورتیه. اینو پوشیدم و خیلی بلنده، تو ویدیو نمیافته. خیلی شبیه لباس این خانومایی که زایمان میکنن تو بیمارستان، شبیه اون لباسه. بچه باورم نمیشه اینو پوشیدم. خیلی سم شدم. از این عینک ها میزدن. فکر کنم این مورد دهه 80 باشه. و از این پسری ها بریم بعدی. بچه کلی از این لباس گلگلی پیدا کردم. من از رنگ گلگلی متنفرم و نمیدونم چجوری باید اینا رو بپوشم. خیلی سمه. آخه چرا انقدر گلگلی داشتن؟ حتی روسریاشون گلگلی، شلوار گلگلی، لباس گلگلی. خب بچه ها اینم از این. خیلی اسکینیه، دوستش ندارم. اینم نمیدونم چیه، از این ریش ها داشت. بکن جلیقه است. این پایینش مشخص میشه. پشتش هم از اینا داره. شبیه کابوی شدم. اینو نسبت به بقیه بیشتر دوست داشتم. نمیدونم، حس میکنم که نه، بازم زیریش خیلی بده، خیلی گلگلیه. خیلی وقت ویدیو نذاشته بودم، بعد الان با این ویدیو خیلی سم اومدم. لباس گلگلی پوشیدم. آستینش چرا اینجوریه؟ خیلی بده. گلگلی واقعا بده، ولی از این خوشم اومد. خیلی باله. بریم بعدی. بعدی هم باز گلگلیه. خب اینم از این لباس. به شدت رو مخ. یکی از یکی سمتر. بچه من حس میکنم این شاید لباس حاملگی مامانم بود، چون مثلا عادی نیست انقدر گشاد. قشنگ 2 نفر جا میشن. احتمالا مال حاملگیشه. بچه از همه قشنگتر به نظر من اینه. البته من خودم هیچ وقت لباس تنگ اسکینی نمی‌پوشم، ولی خب این خیلی خوشگله به نظرم. این لباس عربی و مصری و این چیزا میده، خیلی خوشگله. من به این نمره 8 میدم. باز اینه اینکه یو ولی به این خیلی میخوره. دوست داری باز واسم ناز کنی؟ نه تو فکر کردی یه بچه پاس داری زن؟ تو بمانه میخوری دافی جیگر و چی میگی دوست داری باشی پیشم؟ میخوام بخونم تا سرا باز بره بالا بیشتر، ولی امشب خب بچه اینو پیدا کردم تو کمد، ولی خیلی بلنده. نمیدونم دامن یا چیه، اصلا خیلی عجیبه. بریم اینو بپوشیم. بچه اون زیریه دامن نبود. من فهمیدم یه لباس خیلی بلند بود، خب شبیه دامن بود. خیلی خوشگله این، خوشم اومد.
بریم بعدی امتحان کنیم. خیلی زشته. من لاغرم. خیلی زشته، این رنگش هم خیلی زشته و سینه‌ش هم اصلا رو مخمه. بچه من لاغرم حس میکنم که خیلی بد شد، اصلا نمیاد بهم. دامنم پیدا کردم ولی خب چون اندازم نشد اینو نپوشیدم. اینم یکی از اون دامن‌های معروفی که همیشه ده 60ها یا قدیمی ها میپوشن. خب بچه ها چالش امروز هم تموم شد. امیدوارم که خیلی خوشتون اومده باشه و اینکه ببخشید خیلی کم بود به خاطر اینکه الان دانشگاهم شروع کردم، خیلی وقتم الان پره دیگه، نمیتونم زیاد ویدیو بگیرم. ولی خب لطفا من رو سابسکرایب کنید. امیدوارم که خیلی خوشتون اومده باشه. مرسی که من رو تماشا کردین. خداحافظ.